من ابتدا از استاد کزازی صمیمانه سپاسگزارم که دعوت رو پذیرفتن. تعداد کتاب‌های استاد در موضوع‌های مختلف بسیار زیاد هست، ولی من یه چیزی خدمت شما بگم. آثار استاد کزازی به یک طرف، ولی اگر کسی استاد کزازی رو از نزدیک بشناسه به آثار ایشون خیلی عنایت نمیکنه. استاد کزازی بزرگترین شاهکارشون خودشون هستن که مرد واقعا بسیار منضبط، بسیار ایران دوست و در محضر ایشون یا حرف کتاب یا نسخه خطی است یا گوشه های از نامه باستان هست. و من برای اینکه شما رو خیلی زیاد محروم نکنم از بیانات ایشون، سخنرانی ایشون رو که اسمشون رو خودشون انتخاب کردن، مثنوی شاهکار آموزشی و انگیزشی، که آقای دکتر ایوبی فرمودن ایشون یک جریان هستن. یعنی من معتقدم در زبان فارسی بعضی از استادان خیلی برجسته خطی دارن، یک سبکی دارن. یکی از اون استادان استاد کزازی است که البته در حضور ایشون همونطور که من هم معتقدم مثل جناب دکتر ایوبی حرف زدن مشکله. یعنی آدم خودش حرف میزنه پیش ایشون، خودش متوجه شده چرا این کلمات رو به کار میبرم، ولی من اگر بخوام مثل ایشون حرف بزنم باید هر 5 دقیقه یک کلمه بیارم بیرون. یعنی اینه که نمیتونم حرف بزنم. حالا خواهش میکنیم ایشون سخنرانیشون. به نام آن جهان جان، جان جهان، آن جان جان جان، به نام جانان. با درودی گرم از بن جان و دندان به یکایک شمایان دوستداران شوریده مولانا و شمس که در این روز دودآلود در تهران پاییزی رنج راه رو بر خود هموار داشته اید، به این بزم دلانگیز آمده اید تا بیش از پیش درباره مولانا و اندیشه ها و هنر او بدانید و بیندیشید. من بر خود بایسته می‌دانم که پیش از آغاز این گفتار از همه استادان گرامی که از سر مهر و بزرگواری درباره من سخن گفتند سپاس بگذارم. فرخباد و دست مریزاد بگویم به کسانی که این نهاد و بنیاد فرهنگی و ادبی را پدید آورده اند. هر روز می‌کوشند که بر آن بیفزایند اون را مایه‌ای افزونتر، پایه‌ای بلندتر بدهند. من دمی چند پیش گفتم که بر این باورم که روان پاک و تابناک مولانا و شاید پیر تبریز شمس هر آینه یاریگر این فرهیختگان تلاشگر بوده است، وگرنه کاری بسیار را در زمان اندک به سامان و سرانجام نمی‌توانستند رسانید. من اندکی درباره رازنامه بزرگ مولانا مثنوی سخن خواهم گفت، از نگاهی دیگرسان نوآیین به این شاهکار
شگرف خواهم نگریست، دیدگاهی را که تا اونجا که من خود میدانم دیدگاهی است که تا کنون فرا پیش نهاده نشده است با شما در میان خواهم نهاد. سخن من درباره چیستی این رازنامه است. دو شاهکار بزرگ و بیمانند مولانا چنان که میدانید، یکی مثنوی است، دو دیگر دیوان بزرگ غزلهای اوست که به دیوان شمس نام برآورده است. من اگر در سخن از شمس از واژه شاید بهره بردم، این بهره برد برمیگردد به دیدگاهی هنگام ساز، شاید خردآشوب، انگاره ای بهتر است بگویم که من گاهی درباره شمس دارم از آن در بزمی بشکوه که در خوی برگزار شده بود درباره شمس سخن گفتم، اما چون پیوندی با این گفتار ندارد بدان در نمی پیچم و نمی پردازم. اما به هر روی شمس هر که بوده است یا هر چه، اون چنان بر مولانا کارگر افتاده است که از پیری بشکوه آهسته شوریده ای سرمست ساخته است که راه آموزشگاه و مدرسه را تا خانه پایکوبان و دستفشان و رقصان میپیموده است. هنگامی که از بازار مسگران میگذشته است، اون کوبه های آهنگین و بسامان پتک بر مس اونچنان او را از او وامی ستانده است که بیهوش بر خاک می افتاده است. اما این داستانی است دیگر که اگر بخت یار بود در روزگاری دیگر بدان خواهم پرداخت. مثنوی شاهکاری است بیمانند، مایه‌ورترین، گرانسنگترین آبشخور به زبان پارسی است در شناخت آیین‌های درویشی و دبستان‌های راز و نهانگرایی ایرانی. آبشخور بنیادین است. هر کس می‌خواهد با این فرهنگ آشنایی بیابد، پیش و بیش از هر آبشخور و سرچشمه دیگر به مثنوی می اندیشد، زیرا آنچه دیگران پراکنده پیش از مولانا سروده اند یا پس از او به پیروی از وی در مثنوی گرد آورده شده است. اونچنان که فرنگیان میگویند مثنوی مانیفست نهانگرایی و عرفان ایرانی است، نه تنها اسلامی. ما در مثنوی باورها و اندیشه ها و دیدگاه هایی را میابیم که به ایران کهن باز میگردد. داستان شمس که من اون را نافرجام نهادم یکی از اونهاست. به هر روی پس مثنوی بر پایه اون چه گفته شد آبشخوری است، شاهکاری است، آموختاری. ما در پهنه ادب پارسی به شاهکارهای دیگر از این دست باز می‌خوریم.
در بخشی از این ادب که اون را ادب اندرزین یا آموختاری مینامیم، یک نمونه بسیار برجسته و آشنا بوستان سعدی است. مولانا خود فرموده است که انگیزه نخستین او در سرودن مثنوی آن بوده است که شاگردان او را به پدید آوردن متنی آموختاری برمی انگیختند. به او می گفتند که روزگار شیدایی و شوریدگی و غزل سرایی باید به پایان برسد. پس مولانا خود می‌خواسته است شاهکاری در این گونه از ادب بیافریند تا همه خواستاران و دوستداران آشنایی با نهانگرایی و درویشی بتوانند از آن بهره ببرند، پاسخ پرسش‌هایشان را در آن بیابند. خوب، اون چه براستی شگرف است، شگفتی انگیز است، از مثنوی شاهکاری می سازد که نه تنها در ادب ایران، در ادب جهان بی همال و همتاست. این است که مثنوی در تنگنای ادب آموختاری نمی ماند، ساختاری دوگانه می یابد. دو ناساز، دو آشتی ناپذیر، دو سویمندی وارونه در مثنوی به هم میرسند، با هم در میآمیزند. مثنوی شاهکاری است آموختاری، اما در همون هنگام شاهکاری است انگیختاری. از این دید مثنوی را با دیوان شمس میتوان سنجید. آنچه مولانا را برمی انگیخته است که شوریده، سرمست، بی خویشتن غزلهای دیوان شمس را بسراید، در سرودن مثنوی هم کارساز می افتاده است. به درست از دید من از همین روست که مثنوی به هیچ کتابی دیگر آموختاری نمی ماند. ساختار آن به هیچ روی آموختاری نیست. بسنده است که شما مثنوی را از این دید با اون شاهکار دیگر بوستان سعدی بسنجید. بوستان پیکره‌ای سنجیده به سامان دارد. سعدی در دیباچه بوستان درباره کتاب خود سخن میگوید، انگیزه خود را از سرودن آن باز می نماید، حتی بخش‌های هشتگانه بوستان را یک به یک برمی شمارد. بوستان با ستایش خداوند و پیغمبر آغاز می‌گیرد، به ستایش ستوده سعدی می‌رسد، اما مثنوی
کتابی است که از ناکجا و بی زمان آغاز میگیرد، در بی زمان و ناکجا به فرجام می آید. نه سخنی در ستایش خداوند در آن هست، نه در ستایش پیغمبر، نه دیباچه‌ای که چگونگی کتاب را بر ما آشکار بدارد. مثنوی با ناله نی آغاز میگیرد. تو گویی در اون دم که مثنوی آغاز میگرفته است، نایی در نی دمیده است. ناگاهان بی هیچ زمینه و پیشینه. از نگاهی بسیار فراگیر میتوان گفت همه مثنوی مگر گزارش و گسترشی از بیت‌های آغازین آن که آنها را نینامه مینامیم نیست. شما در سراسر مثنوی ناله نای را میشنوید. مثنوی سرگذشت نایی است که از نیستان خود جدا افتاده است، به سرزمینی آمده است ناآشنا که با آن همگون و همگین نیست، به سرزمین بیگانگی، آوارگی. از همین روست که جانسوز دلگداز می نالد. این ناله هرگز پایان نخواهد گرفت مگر اونگاه که نی به نیستان خود بازگردد. همه ما نیهای مولاناییم، همه ما همواره می نالیم. به شیوه های گوناگون ناله تنها به آوا نیست. ناله ما در رفتارمان، در کردارمان هم باز میتابد، دیده می آید. به راستی شما در زندگانی خود کسی را یافته اید که ننالد، از زندگانی خیش خوشنود و خرم باشد؟ ما آواره ایم، آسیمه ایم، همواره در شتاب و تکاپوییم، بیان که بدانیم چه میخواهیم، به کجا میخواهیم رفت. این مایه آشفتگی، آسیمگی، شور و شتاب از چیست؟ اون چرا میجوییم هرگز نمییابیم. هم از آن است که هرگز به آرامش نمیرسیم، زیرا در این جهان آوارگی آرامشی نیست که بتوان بدان دست یافت. تا به نیستان خود باز نگردیم، از نالیدن باز نخواهیم ماند. مولانا سرگذشت نی را، آدمی را، سرگذشت هر یک از ما را در دیباچه شگفت‌آور و شورانگیز خود از مثنوی سروده است و باز نموده است.
اگر مولانا به راستی کتاب آموختاری سروده بود، مثنوی بیگمان پیکره دیگر می‌یافت. کسی که می‌خواهد کتابی از این دست بنویسد دیری می‌اندیشد، یادداشت‌هایی برمی‌دارد، کتاب‌های گوناگون را می‌بیند، پیکره فرجامین کتاب را از آغاز در ذهن و یاد خویش می‌نگارد. کتاب آموختاری به ناچار با پیشاندیشی، برنامه ریزی، آگاهانه نوشته یا سروده می شود. پس چرا مثنوی کتابی است که نه آغاز دارد نه فرجام؟ چون در همون هنگام که آموختاری است، انگیختاری هم هست. مولانا نیست که مثنوی را می سراید به گونه‌ای که هر زمان خواست بسراید، هر زمان نخواست نسراید. مثنوی است که مولانا را در چنبر چیرگی خود گرفته است. سرودن مثنوی بازبسته به خواست سراینده نیست، هم از این روز که گاه در سرایش آن درنگ می افتد. نمیدانم تا چه پایه این سخن درست است و پذیرفتنی است، اما سالها پیش در کتابی می‌خواندم که هنوز ستونی را در قونیه نشان می‌دهند، برانند که مولانا بر گرد این ستون می‌گشته است و بیت‌های مثنوی را می‌سروده است و شاگردان او آنها را می‌نوشتند. مولانا مثنوی را به همان شیوه در پیوسته است که غزل‌های شمس را. اما غزل‌های شمس ناگفته آشکار است، دیوان غزل است. غزل رهاترین، ناخودآگاهانه ترین، گونه سخن پارسی است. هم از این روز که بسیاری از غزلها از دید بافتار معنایی یک لخت و یک پارچه نیستند. زیباترین، شورانگیزترین، دلاویزترین غزلهای پارسی از این گونه اند. نمونه را غزلهای آسمانی خواجه شیراز. اما کتاب آموختاری کتابی است که باید سامان و سرانجام داشته باشد، وگرنه آموزنده بدانچه می‌خواهد دست نخواهد یافت. پاسخ پرسش‌های خود را در آن کتاب
نهفته نخواهد دید. این دوگانگی ناسازوارانه از مثنوی شاهکار دیگرسان نوآیین بی پیشینه ساخته است. ناسازوارانه را من در برابر واژه فرنگی پارادوکسیکال به کار میبرم. مثنوی از سوی آموختاری است، از دیگر سوی انگیختاری است. نمونه‌ای بیاورم برای شما، نمونه‌ای بسیار روشنگر و راهنمای. مولانا خود در آغاز دفتر دوم آشکارا گفته است که چندی در سرودن مثنوی درنگ می افتد، چرایی آن را هم باز نموده است. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد. باریکتر، نقصتر، روشنتر، رساتر از اونچه مولانا خود گفته است، کار و ساز آفرینش مثنوی را نمیتوان باز نمود. مولانا میگوید مدت این مثنوی تأخیر شد، سپس برهانی میآورد تا نشان بدهد که چرا این درنگ در کار سرودن مثنوی افتاده است. میگوید که چندی باید بگذرد تا خون در رگهای مام شیر بشود. زن آبستن در آستانه مادر شدن است، بی اون که بخواهد و بداند، بر پایه دیدگاه کهن خون در رگهای او به شیر دیگرگون می شود. شیری که می باید از پستان او بتراود تا کودک نوزاد از آن توشه برگیرد و بپرورد. شیر شدن خون باز بسته به خواست و آگاهی آن مادر نیست. به همون سان در پیوسته آمدن بیت‌های مثنوی به خواست و آگاهی مولانا باز بسته نیست. چرا در مثنوی تأخیر می افتد؟ این چرایی بسیار شگفت‌آور است. بهتر آن است که از زبان گرم و گیرای مولانا این بیت‌ها را بخوانم. اینها نوروزیانه هایی است که من روزگاری ستانده ام در
جیب این کت مانده است. زیاد بوده خرج نشده. نوروزیانه را هزینه نمی کنند، نگاه می دارند. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. چون ضیاء الحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها ناکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. مثنوی که صیقل ارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود. مطلع تاریخ این سودا و سود سال هجرت 662 بود. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر صید این معانی بازگشت. بلبل باز شد مرغ شکاری تا این معانی را صید کند. مثنوی به فرجام می آید، زیرا مولانا انگیزه سرودن آن را از دست داده است. اون انگیزه چیست؟ این است که شاگرد یک دله او حسام الدین چلبی سر در گریبان فرو برده بوده است و پاس دل می داشته است و به تن در زمین اما به جان در آسمان گرب گشت و گذار در دریای درون خیش غوطه می زده است. سرودن مثنوی بازبسته به خواست مولانا نیست. تا زمانی که نایی در نی می دمد، نی زنده است، تپنده است. تا نایی دم از نی باز گرفت، نی به پار چوبی بی جان و جنب دگرگون می شود. با لب دمساز خودگر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر زمان مولانا با لب دمساز خود جفت بوده است، مثنوی سروده می شده است. گفتیم مثنوی از آغاز تا انجام ناله های آن نای است. هر زمان این پیوند می گسسته است، مولانا خاموش می مانده است. انگیزه‌ای می بایست نی را با نایی پیوند می داده است.
چرا نی جان نایی را در خود می ستاند، از خود می گذراند؟ پاسخ ناگفته روشن است، چون نی از خود تهی شده است. من نی در اوی نایی رنگ باخته است. منی در کار نیست، هرچه هست اوست. نی اگر با دم نایی نپیوندد، پاره چوبی است بی ارزش که اون را در گوشه می افکنند، مانند هزاران پاره چوب دیگر که در رهگذار افتاده است. کسی رنج بر خود نمی نهد که اون را از زمین برگیرد. اون پاره چوب ها همواره بی جان، بی ارزش میمانند. چرا؟ چون از خود آکنده اند. بخت بلند نی این است که از خود تهی شده است. پس دم نایی را میتواند ستاند. نایی است که می نالد و می نوازد، نه نی. اون چه شمس با مولانا کرد، هر که بود یا هر چه، از دید من تنها آن بود که از اون پاره چوب نی ساخت. پاره چوب بسیار ارزشمند بود، چوبی بود گرانبها، بگوییم از شیز، از آبنوس، اما آکنده از خویش. شمس مولانا را از او سترد، زدود، پرداخت، پیراست. هم از این روست که این نی نایی دیگر شد. بسیار نیهای دیگر را می شناسیم، اما چرا این نی ناله‌ای دارد جاودانه جانسوز؟ چرا همگان هنوز گوش به ناله این نای می سپارند؟ چون اون پاره چوب با دیگر چوبها یکسان نبود. به هر روی نای آبنوسین را ارج بسیار بیشتر می دهند، بیشتر گرامی می شمارند تا اون نایی که از چوبی فراوان و بی ارج ساخته شده است. مولانا پیش از دیدار با شمس مایه و پایه آن را داشت که مولانا بشود.
اون چه شمس با مولانا کرد تنها این بود که سویی رویی دیگر از مولوی را که بر او نهفته مانده بود بر وی آشکار داشت. من در جستاری نوشتم که مولانا پیش از دیدار با شمس دریا بود، دریایی ژرف کران ناپدید، دریای فراخ کرد، دریای نمادین و سپند و اسطوره شناختی. فراخ کرد واژه پهلوی است به معنی فراخ آفریده. مولانا دریای فراخ کرد بود، اما سبز، آرام. شمس خرسنگی به سترگی و ستبری و ستواری البرز کوه در این دریا افکند. شگفتا از آن چه از آن پس رخ داد. دریا دریای فراخ کرد که کوه البرز را در آن افکنده بودند برشورید، توفید، خیزابه های از اون برخاست، کوهوار، کوبان، روبان. خیزابه هایی که از اون پس هرگز آرام نگرفتند، از این پس نیز هرگز آرام نخواهند گرفت. اون دریا هنوز می توفد، هنوز می خروشد، هر دم خیزابه دیگر برمی انگیزد. خیزابه ای که سر بر کرانه می کوبد. از همین روست که مثنوی شاهکاری است در ادب انگیختاری نیز. این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. مولانا یعقوبی است که دم به دم بوی پیراهان یوسف را می‌یابد، آرام نمیتواند گرفت. این هنر شگرف و بیمانند شمس است. این نکته را هم بگویم، هرچند با این سخنی که گفته شد چندان پیوندی ندارد، اما نکته است باریک. هنر زاده ناخودآگاهی است. هیچ هنرمندی نمیتواند آگاهانه پیشاندیشیده بیافریند. هنر از جوشش‌های درون مایه می‌گیرد. به همون نگاره و انگاره پیشین بازگردیم. انگیزه برونی دریای درون هنرمند را برمی‌آشوبد. بی اون که هنرمند بخواهد و بداند. هنگامی که دریا برآشفت
خیزابه ها، کم و کوتاه یا بلند و دامن گستر، بر کرانه می دوند. هنگامی که دوباره به دریا باز می گردند، نشانی از خود بر کرانه می نهند. دریا ناخودآگاهی است، کرانه خودآگاهی. هنر اون نشانه هاست که بر کرانه میماند. گاهی انگیزه خرد طوفانی سهمگین در اون دریا بر می آورد، می آفریند. خاستگاه هنر ناخودآگاهی است. اما اینجا امایی بزرگ است. بسیاری از دیدگاه ها، اندیشه ها، دبستان های هنری در این اما مانده اند. این اما لغزشگاهشان شده است. اما در ناخودآگاهی نمیماند. اون چه از ناخودآگاهی برخاسته است، تراویده های ناخودآگاهی، انگیخته های آن می باید از پالوانه و صافی خودآگاهی بگذرد تا به آفریده هنری دگرگون بشود. اون انگیخته ها و تراویده های خام هنوز هنر نیست. پرسمان هنر نو، خواست من از نو، هنر مدرن است. از دید من این است که در این گونه از هنر اون تراویده های خام با آفریده هنری یکی شمرده شدند. از همین روز که هنرمندان نوآیین به اصطلاح مدرن کابوس ها و رؤیاهای خود را با هنر درآمیختند. نه خود می‌دانند اون چه پدید آورده اند چیست، نه دیگران. هنر هر چه باشد گونه ای از زبان است. زبان به ناچار باید مایه پیوند باشد در میانه کسان. زبان هنر زبانی است که ما به یاری آن می توانیم اون چرا هنرمند در ژرفهای نهاد و ناخودآگاهی خود آزموده است بشناسیم. اگر آفریده هنری بسیار سرشتین و شورانگیز و کارساز باشد، اون را به گونه ای بیازماییم در خود. به سخن دیگر، اون چه بر هنرمند رفته است بر ما برود. آموختار و انگیختار، دو پدیده ناساز آشتی ناپذیر در ساختاری ترین، گسترده ترین، بنیادین ترین معنا در مثنوی با هم پیوند گرفتند. این همون مولاناست که می گفت
هی هی جبلی قم قم، بقر بقو بقو بقو، بقر بقو بقو بقو. این هنر مدرن است. صدها سال پیش مولانا اون رو پایه نهاده است. بقر بقو بقو بقو، بقر بقو بقو بقو. چیست؟ چه معنایی داره؟ شعر نیست، هنر نیست. این همان است که درویشان اون رو شطح می نامند. سخنانی گاه آهنگین که معنای روشن در اونها نیست، یا اگر معنایی در اونها هست اون معنا پذیرفتنی و گزاردنی نمیتواند بود. اونچنان که بایزید میگفت لیس فی جبتی سوی الله، در جبه من جز خدا نیست. آیا خواست بایزید به راستی این بوده است که او خداست؟ پیداست که چنین نیست. یا میگفت سبحانی ما اعظم شأنی، پاک بادم من چه بلند است پایم. میرزا حبیب اصفهانی می سرود که من خدا من خدا من خدایم. پیداست که خواست گوینده اون چه میگوید نیست. سخن از سر مستی است، از سر شوریدگی و بیخیشتنی است. انا الحق منصور است. سخن در این است که منصوری نمانده است که بگوید انا المنصور. نایی است که در نی می دمد. این سخن نایی است، نه گفته نی. بقر بقو بقو بقوی مولانا هم از همین گونه است. او سرمست آواهای از زبان را در کنار هم نهاده است، لختی آهنگین ساخته است که درواست سرگردان است در میانه سروده و خنیا. نه سروده است چون معنی ندارد، نه خنیاست زیرا با آواهای خنیایی پدید آورده نشده است. به هر روی گفت این سخن پایان ندارد ای قباد، ما به ناچار پایانی بر آن می نهیم. سپاسگزارم.